میگه فشار در ماشین هیدراولیکی 400 کیلوپاسکال. P برابر 400 کیلوپاسکال. کیلوپاسکال با پورشن خورد قوه 200 نیوتن تاثیر میکنه. F1 میگیم فرض کردیم که 200 نیوتن تاثیر میکنه. площадь большого поршня 400 квадратных сантиметров. مساحت поршень کلانی S2 میشود برای که قوه که در خوردی بدن فهمون S2 میشود که 400 سانتی متر کвадрати. انا چی را پیدا میکنیم؟ определите площадь меньшего поршня и силу действующую на большой поршень. میگه که مساحت поршень خورد رو یابید و قوه که با F2 پورشن کلان تاثیر میکنه. بیاین ما انکه از چی استفاده میبریم؟ ما میدونیم که خیلی ماشین هیدراولیکی داریم که در یک تاش قوه F1 تاثیر میکنه خوردی در مساحتش S1 انا S1 نامعلوم نه که F1 معلوم تمام. دیگریش باشم قوه F2 تاثیر میکنه مساحتش S2 های. اینچونی فشار هم معلومه. فشار ما میدونیم که فشار در هر دو طرف برابره، یعنی انا اون فشار هم در اینجا کار میکنه هم در اینجا. پس می نویسیم فشار برابری چی؟ تقسیم S1 یا که F2 تقسیم S2 ها. اینجا F1 S1 کدامش نامعلومه؟ S1 نامعلومه. S1 میابیم. فهمو؟ S1 برابری چی؟ F1 تقسیم P ها برابری S1 برابری 400 کیلوپاسکال. 400 کیلو میشه 10 در درجه 3 پاسکال برابری 200 تقسیم 400 این میشه که 1 تقسیم 2. 1 تقسیم 2 داریم با 10 درجهش مینوس 3 داریم. فهمو؟ значит S1 برابر میشه است با S1 برابر میشه است خیلی با F1 تقسیم P برابر 0 از 10 5 ضرب 10 در درجه مینوس 3 داریم. چی با 10 در درجه مینوس 3 داریم میدونین نه؟ برای که در پایان 10 درجه 3 میدونین نه که فهمو؟ متر کوادراتی ها؟ میتونیم میره با سانتی متر کوادراتی بگردونیم. فهمو؟ سانتی متر کوادراتی که چقدر میگردونیم؟ میگو کنین 1 سانتی متر کوادراتی چند متر کوادراتی است؟ 10 درجهش مینوس 4 است. فهمو؟ 0 از 10 5 با 10 ضرب میکنیم ها؟ نه که ما با 10 ضرب کردن تو حقوق نداریم ما باید با 10 تقسیم کنیم، یعنی 10 در درجه مینوس 3 را با 10 تقسیم میکنیم. باز همین فهمیدین چی باید خیلی شد؟ برای که گویا که 10 اختصار میشن هیچی نیست همون خیلی متر کوادراتی این خیلی میشود. انا اینجا 10 درجهش مینوس 4 میشود 10 در درجه طرح 4 اینجا میشود که 5 متر کوادراتی. در جای انمی ما چی می نویسم؟ در جای انمی ما می نویسم که 1 سانتی متر کوادراتی. فهمو؟ برای که 10 درجهش مینوس 4 متر کوادراتی می شود که 1 سانتی متر کوادراتی. پس مساحت مایدکیش بوده که 5 سانتی متر کوادراتی. فهمو؟ ما گفتیم مساحت قوه دیدیم که میگه بیو F2 تمام می نویسیم نه P برابر F2 تقسیم S2. اینجا F2 را میویم برابر میشه با P ضرب S2. F2 را قیمت ها را گذاشته حساب میکنیم. P انا کی خیلی 10 درجهش مینوس 4 نگاه کنید 400 داریم. این 10 درجهش مینوس 10 درجهش 3 قد 10 درجهش مینوس 4 اختصار میشن اینجا میمونه 10 درجهش مینوس 1. فهمو؟ انا می 10 درجهش مینوس 1 یا اختصار شده نه قطعی 1 تا این میروه. فهمو؟ 4 کره 4 16 و 3 تا 0 دیگه 16 و 3 تا 0 دیگه میشه که کیلو نیوتن. قوه 1 مون چند بود؟ F1 مون F1 200 نیوتن بود. اونجا نگاه کنید 16 کیلو نیوتن. دیدین؟ چند مرتبه نه که یا ایدئالی هست. فهمو؟ این فهمیدی که کی بچه؟ تمام.